آره، فرکشنال یه دستگاه فوق‌العاده کارآمد توی درمانهای جوانسازی و علاوه بر اون میتونیم افزایش الاستیسیته پوست رو، کاهش افتادگی، رفع اسکار، کاهش سایز منافذ و تحریک تولید کلاژن و الاستین رو با این دستگاه داشته باشیم. این دستگاه یه سری شباهت ها با تکنیک میکرونیدلینگ داره. توی هر دو تا تکنیک ما عملیات بازسازی پوست رو در ادامه تخریب کنترل شده داریم. توی هر دو تکنیک ما از سوزن استفاده میکنیم و هر دو تکنیک برای ما عملیات جوانسازی رو انجام میده. توی این تکنیک علاوه بر نفوذ سوزن ما انرژی RF رو داریم که به لایه‌های زیرین پوست نفوذ میکنه و درمان‌های گسترده تری رو برای ما به همراه داره. هندپیس کل توی این دستگاه علاوه بر کاهش سایز منافذ، کاهش التهاب، تورم و قرمزی با انقباض عروق خونی فیبرهای کلاژن رو به افزایش الاستیسیته و لیفتینگ پوست تحریک میکنه.